نصف شب با تپش قلب از خواب میپری، دهنت خشکه، پاهاتو حس نمی کنی و گرسنگی کل وجود تو رو فرا میگیره. فکر کنم وقتشه که بری و آزمایش خون بدی، قند خونتو چک بکنی، به خاطر اینکه این علائم میتونن علائم پنهان دیابت باشن که بدن تو داره نشونشون میده. توی این ویدیو میخوام باهاتون 10 تا از علائم مهم دیابت که شبها بروز میکنه رو بهتون بگم و مورد آخر از همه این علائم میتونه ترسناکتر باشه، به خاطر اینکه مردم زمانی که این علائم رو توی خودشون میبینن فکر میکنن که سکته کردن. اولین علامت تکرار ادرار شبانه است. اگر شبها بیشتر از 2 بار سمت دستشویی میرین احتمالاً قند خونتون زیاد شده. قند وقتی توی خون زیاد میشه سمت کلیه ها میره و کلیه ها به خاطر اینکه این قند رو دفع کنن آب خیلی بیشتری هم همراهش دفع میکنن و این موضوع باعث میشه که شما بارها و بارها نصف شب سمت سرویس بهداشتی برید. دومین علامت تشنگی بی‌پایانه. زمانی که بدن شما با ادرار کردن آب زیادی از دست میده، خب اینجوری مغز شما دستور میده که من تشنمه به من آب برسونید و این باعث میشه که شما دائما احساس تشنگی بکنید. اینجوریه که یه سریا میگن ما حتی شبا یه بطری کامل آب رو هم بخوریم باز هم احساس میکنیم که تشنمونه. سومین علامت بیخوابی های شبانه است. ممکنه فکر کنی که تو مشغله ذهنی داری، استرس داری و همه این علائم باعث شده که تو نتونی شبها خواب راحتی داشته باشی، ولی شاید این وسط تو باید قند خونت رو هم بررسی بکنی، به خاطر اینکه قند خون بالا یا قند خون پایین میتونه روی سیستم عصبی تاثیر بذاره و باعث تپش قلب بشه، استرس بشه و حتی میتونه بیخوابی های شبانه رو هم داشته باشه. علامت چهارم گرسنگی های شبانه است. موقعی میشه که شما نصف شب از خواب بیدار میشین و یه حس خیلی قوی داره بهتون میگه که همین الان باید غذا بخوری. همه اینا به خاطر افت قند خونه و مغز شما هست که داره دستور میده که من دیگه انرژی ندارم و باید به من گلوکوز برسونید. اگر این مشکلات رو نصف شب داری حتما باید پیگیریش بکنی. سوزن شدن و بی‌حسی دست و پا یکی دیگه از علائم دیابته که اتفاقا خیلی هم شایع هست، به خصوص موقع خوابیدن. نوروپاتی دیابتی زمانیه که به آسیب‌ها بر اثر قند خون بالا آسیب میرسه و باعث میشه که یه سری مشکلاتی مثل بی‌حسی دست و پا و سوزن شدن و مورمور شدن دست‌ها رو ما توی خواب داشته باشیم که این علائم بیشتر توی حالت استراحت رخ میده. اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده و این علائم تونسته تو رو به فکر فرو ببره، لطفاً ویدیو رو لایک بکن و عدد 3 رو برای من کامنت کن. گرفتگی عضلات پا ششمین علامت هست که ممکنه اینو خیلی هم تجربه کرده باشن توی طول شب، ولی زمانی که این علائم خیلی زیاد میشه ممکنه که ما رو به فکر فرو ببره و باعث بشه که ما بریم و آزمایش قند خون بدیم و قند خونمون رو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه اختلال توی الکترولیت ها و آسیب هایی که به عصب وارد میشه که اونم به خاطر دیابته میتونه باعث این مشکل بشه که مشکل خیلی دردناکی هم هست. هفتمین علامت آپنه خواب یا خور و پف شدید توی شبه. اگر دیابت نوع 2 داری یا در معرضش هستی ممکنه دچار این وقفه های تنفسی و خور و پف های شبانه بشی. چاقی و دیابت میتونن با هم دیگه این مشکل رو هم بیشتر بکنن و تو ممکنه نصف شب تنفست قطع بشه، خور و پف های شدید داشته باشی یا حتی با احساس خفگی از خواب بپری. تاری دید در شب 8مین علامت دیابت هست. دلیلش هم اینه که زمانی که قند خون میره بالا عدسی چشم مایعات بیشتری رو به خودش جذب میکنه و این باعث میشه که ما توی بیناییمون اختلال به وجود بیاد و این مشکل میتونه توی شبها خودش رو بیشتر نشون بده به خاطر اینکه نور کمتره و تمرکز دید ضعیفتره. 9مین علامت خارش یا خشکی پوسته. وقتی قند خون میره بالا رطوبت پوست ما کمتر میشه و جریان خون هم ضعیفتر میشه که همه اینا موجب خارش میشه، ترک خوردگی میشه و یه زخم‌های روی پوست به وجود میاد که خوب شدنشون هم با تأخیره. آخرین علامت تعریق شدیده. تا حالا شده نصف شب از خواب بیدار بشی و بفهمی که کل بدنت خیس شده. این میتونه دلیلش دیابت باشه، به خاطر اینه که بدن توی شرایط هایپوگلایسمی آدرنالین زیادی ترشح میکنه که این باعث تعریق شدید میشه.
از این به بعد اگر نصف شب از خواب بیدار شدی فکر نکن که خواب بد دیدی. شاید دلیلش دیابت باشه و تو نمیدونی. اگر یکی یا چند تا از این علائمو به صورت مکرر داشتی حتما برو پیش دکتر و قند خونت رو بررسی بکن. اگه سوالی داشتی توی کامنت ها از من بپرس. من توی این ویدیو 10 تا علائم رو گفتم و ممکنه علائم دیگه ای هم باشه که من توی این ویدیو بهتون نگفتم. اگه شما هم چیزی میدونید یا اتفاقی براتون افتاده به من حتما توی کامنت ها بگید و این ویدیو رو بفرستین برای کسایی که سلامتیشون براتون ارزشمنده. کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از بقیه ویدیوهای سلامتی ما جا نمونید.